دوستان عزیز، صبح زیبای وطن به همه شما مبارک باشد. این صبح در برنامه ما حضور دارند آوازخوانی جوان و امیدبخش، خوش صدا و خوش سیما که الکی با سروده هایش در قلب مردم جای گرفته است. از دولتی به ما همسایه، دوست و برادر و همزبان از جمهوری اسلامی افغانستان فهیم فنا. خوش آمدید به استودیوی مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه. صبح زیبای وطن مبارک باشد. سلام علیکم بیژن جان، صبح زیبای خودت بخیر. شکر که صحتمند میبینمت و سلام و مهر خدمت تمام بینندگان عزیز ما. آرزو میکنم صحتمند و سرحال باشن و لباس عافیت به تن داشته باشن. تشکر زیاد. بیایید صحبتمون رو با یک ترانه جذاب شما حسنی آغاز میبخشیم. صبح و دم رفتم بچینم فارغ از گلزار گل، دیدم از عکس جمالش هر طرف بسیار گل، دیدم از عکس جمالش هر طرف بسیار گل. بلبلان را در هوا، بلبلان را خوشنوا، دیدم به خوبی در چمن. بلبلان را خوشنوا، دیدم به خوبی در چمن. بال گل، پر گل، بدن گل، پنجه گل، منقار گل. بال گل، پر گل، بدن گل، پنجه گل، منقار گل. صبح و دم رفتم بچینم فارغ از گلزار گل. تشکر زیاد. آوازتون خسته نباشد. خب میگفتید که چگونه به کشور ما تشریف آوردید و همچنین شهر دوشنبه عزیز را چگونه دریافت نمودید؟ واقعیت وقت آمدیم تاجیکستان، شهر دوشنبه یک شهر خیلی زیبا و مردم بسیار با فرهنگ و دوست داشتنی دریافتیم. واقعیت ما اینجا از وقتی که آمدیم خیلی خوش هستم. ما از وقتی که آمدیم هیچ وقت امو موقع را یک موقع ایجاد نشده، یک واقع پیش نامده که ما حس کنم که ما از ملک و مردم خود دور هستم. با هر یکی ما و شما معلوم است شما در عرفه جشن بزرگی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که در کاخ بوربد تجلیل گردید در آنجا اشتراکچی بودید و همچنین هنرنمایی نمودید در نزد مهمانان عالی قدر و همچنین پیشوای معظم ملت تاجیکان. و تاثیرات شما از آن چه خیلی است؟ واقعیت از مدیون محبت‌های مردم تاجیکستان هستم. ما از ابتدا وقتی که آمدم فکر میکردم خب یک ملکی است که شاید مردم مرا نشناسن. وقتی آمدم خوشبختانه همه میشناختن، خیلی مهر ورزیدن، محبت کردن. باز با پاس محبت‌ها و مهمان نوازی های اونا بود که من خواستم یک آهنگ به جشن استقلال تاجیکستان آماده بسازم و از طرف خودم تحفه تقدیم کنم به مردم. بعد وقت دوستا شنیدن، کسانی که از اهل تاجیکستان بودن، باز افتخار بخشیدن و مرا اجازه دادن، راه دادن که ما بتونم در جشن استقلال، در یک جشن خیلی بزرگ و در تالار بزرگ و همچنان در حضور جناب عالی اجرا داشته باشم. بعد ما خوشحال شدم و آمادگی گرفتیم و تانستم در اوج اجرا بکنم و خوشبختانه که خیلی مورد پسندم قرار گرفت. شما که همچون هنرمند بهر رشد و استعداد خود تاجیکستان را همچون دولتی امن اختیار کردید و به اینجا آمدید، بیشتر با کدام سراینده های تاجیک همکاری دارید و بیشتر صنعت کدام این سراینده ها را به خود میپسندید؟ از وقتی که آمدیم واقعیت همگی خیلی مهر ورزیدن و مهمان نوازی کردن. آمدیم ما تمام اهل هنر تاجیکستان دید و دید داشتیم. البته در برنامه تعداد زیاد از بخش هنر به خصوص موسیقی و البته رقص همچنان در اوج یک چند وقت تمرین داشتیم، با هم همکار بودیم. خاطرات خوبی هم از اوجا داریم و با همه ایشان به ارتباط بودیم و دمی جریان دیگه. از حساب هنری ما نمیتونم که نام بگیرم، همه ایشان بهترین هستند، همه ایشان اهل هنر، تمام
کوشششان همی است که یک کار بهتر بکنن، یعنی ایجادیات بهتر بکنن تا بتونن توجه مردم را جلب کنن و مردم را شاد بسازن. همگیشون دوست دارم. بیایید در اتمام صحبت یک ترانه جذابی رو از شما میشنویم و بعدا صحبتمون رو خاتمه میبخشیم. یک آهنگ زنده یاد احمد ظاهر صاحب که البته ما بازخوانی کرده بودم که خیلی مورد پسند قرار گرفت، اما رو ما براتون بخوانم. خب همش درد و همش رنج و همش غم، همین قسمت من بود از عالم. همش گوشه تنهایی نشستن، همه شاخه امید شکستن. بچه نشو ای دل، بچه نشو ای دل، عشق فراموش کن تا نشوی گمراه، حرف مرا گوش کن. بس دگر بس دگر سوختن، شعله را خاموش کن، حرف مرا گوش کن. همه حرف و یادش رفت، همه حرف و یادش رفت، محبت ها یادش رفت، محبت ها یادش رفت، دیگر بر نمیگردد، دلم لانه درد است، دلم لانه درد است. بچه نشو ای دل، بچه نشو ای دل. تشکر زیاد، آوازتون خسته نباشد و بار دیگر سپاسگزاریم که دعوت ما رو رد نکرده به اینجا تشریف آوردید. باقی به شما برای رو کامیابی های نو به نو را آرزومندیم. سلامت باشین. تشکر از شما که مرا دعوت کردین، واقعیت وقت گذاشتین، افتخار بخشیدین. خوشحال هستم از اینکه با شما هستم، در تلویزیون شما هستم و در تاجیکستان هستم. تشکر زیاد، بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشید. دوستان عزیز، در مهمانی ما حضور داشتند سراینده خوش صدا، سراینده جوان و امیدبخش از دولتی به ما همسایه، دوست و برادر و همزبان فهیم فنا. بخش‌های دیگری برنامه ما ادامه دارد، ما را همراه باشید.